چرا میخوای تغییر کنی؟ نه جدی میپرسم چرا میخوای تغییر کنی؟ میتونی 3 چیز رو به من بگی که میتونه رو زندگی تاثیر مثبت بذاره اگر که همین الان تغییر کنی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ نمیتونی؟ پس این ویدیو رو بزن بره، برای تو مناسب نیست. چون الان من هر چیزی که بگم تو رو تغییر نمیده. ممکنه یه مدتی بهت انگیزه بده، اما اگه اون دلیل اصلی رو نداری که تغییر کنی و بخوای زندگی تو بهتر کنی، بهش پایبند نمیمونی. پس لطفاً ویدیو رو رد کن بره و وقتی برگرد که 3 دلیل محکم داری برای اینکه چرا باید تغییر کنی و اون تغییر چجوری زندگی تو به سطح بالاترین بره. سلام بچه‌ها، به کانال یوتیوبم خوش اومدید. من بهتون راهکارهایی میدم که شما بتونید بهترین و خفن‌ترین ورژن خودتون بشین، همونطور که باید. میدونی ما باید یه کاری کنیم بشه، باید انجامش بدیم، هیچ انتخاب دیگه ای نیست. حالا میتونی انجامش بدی یا ازش بگذری و این کار نکنی. فراموش نکن که توی همین جایگاه میمونی. خیلی خوب، شروع کنیم. اولین قدم برای داشتن یه زندگی بهتر اینه که دست از زندگی کردن توی گذشته برداری. گذشته رو نشونم بده. خب نشونم بده. کجاست؟ حتی نمیتونی نشونم بدی. میدونی چرا؟ چون گذشته وجود نداره، فقط یه فکر تو ذهنت. تو فقط به یه چیزی فکر میکنی و اون فکر جلوی تو رو میگیره که آینده تو برنامه ریزی کنی و توی لحظه حال باشی. تو با یه فکر توی ذهنت داری ترور میشی. حواست هست؟ نمیتونیم گذشته رو عوض کنیم، نمیتونیم چیزی که اتفاق افتاده رو عوض کنیم، نمیتونیم کاری که انجام دادیم رو عوض کنیم، اتفاقی که برامون افتاده رو تغییر بدیم. هیچی رو نمیتونیم عوض کنیم. هیچی بر نمیگرده عقب. هر دقیقه سنمون میره بالاتر. اون وقت تو انتخاب میکنی که توی گذشته زندگی کنی عزیزم. خیلی خجالت آوره، واقعا خجالت آوره. خیلی خب، چند تا کار هست که میتونی انجام بدی. به جای تمرکز گذشته، آینده تو برنامه‌ریزی کن. میخوای در آینده چجوری به نظر برسی؟ هدفی داری، سعی میکنی که چیزی رو به دست بیاری. چون اگه اینطور بود نمیچسبیدی به گذشته، چون وقتشو نداری. چیزایی داری که باید به دست بیاری، کاری که باید انجام بدی. حتی بخوای هم نمیتونی رو گذشته تمرکز کنی، چون متوجه میشی که اگه چیزی که دنبالش رو خیلی مصمم بخوای، تنها جهتی که بهش نگاه میکنی رو به جلوه. نگاه کردن به پشت سر نداریم. خودتو ببخش. خودتو ببخش. هممون اشتباه میکنیم. اون خدای من بزرگترین اشتباهاتو کردم. تا همین امروز من بزرگترین اشتباهاتو کردم. تا همین امروز گریبان منو گرفته. به خاطر اشتباهاتم باج میدم، مسخره شدم، مردم با اسمم دروغ میگن. تا همین امروز به خاطر اشتباهاتی که 4 سال پیش کردم. من میدونی من اهمیت نمیدم، چون که من خودم بخشیدم. من به این نتیجه رسیدم که من جوان بودم و یه اشتباهی کردم. آدما اشتباه میکنن. اصلا اگه اشتباه نمی کردیم آدم بودیم؟ یعنی ما کی هستیم؟ ما خدا نیستیم. ما باید اشتباه کنیم تا ازشون درس بگیریم. به عنوان یه آدم چجوری باید رشد کنم اگه هیچ اشتباهی نکنم؟ چجوری باید یاد بگیرم؟ چجوری کامل باشم اگر که قبل از اون نقص نداشته باشم؟ چجوری؟ زیبایی در کامل نبودنه. زیبایی در اشتباه کردنه. زیبایی در انجام دادن کارهای اشتباهه. بعد برگردی عقب و نگاه کنی و با خودت بگی میدونی چیه؟ من به خودم افتخار میکنم، من خیلی رشد کردم. این زیبایی اشتباه کردنه. پس تو باید خودتو ببخشی. تقصیر تو نبوده. ممکنه اتفاقی افتاده باشه که تقصیر از تو بوده باشه. یه کاری کرده باشی یا یه نفر کاری در حقت کرده باشه، اما تنها قدرتی که تو الان داری اینه که بعد از این با خودت چطور رفتار میکنی و چطوری واکنش بهش نشون میدی. اینو باید بدونی که برای حرکت رو به جلو توی زندگیت باید خودتو ببخشی. از دلسوزی برای خودت دست بردار. عزیزم بسته. گریه کردن بسته. اینجور کارو تموم کن. غموم شده. ببین یه چیزی بهت میگم. 80% مردم خوشحال میشن که تو مشکل داری و 20%شون هم اصلا اهمیت نمیدن. زندگی رو به جلوه.
اتفاقی که برات افتاده خیلی ناراحت کننده است. ممکنه که تو گذشته اتفاق افتاده باشه ولی نمیتونی توش غرق بشی و به خودت ترحم کنی اینجوری که وای من خیلی واسه خودم متاسفم و اینجور چیزا. نمیتونی چون اگه میخوای زندگی تو بهتر کنی واسه این کارا وقت نداری. تنها چیزی که باید بهش نگاه کنی رو به جلوه. اینجوری باید نگاه کنی. این هدف منه. باید برم. برای این وقت ندارم. یه بار یه کتابی خوندم در مورد 2 مرد بود که توی تصادف رانندگی بودن ولی کسی آسیب ندید. یکیشون از ماشین پیاده شد. وای خدای من همینو کم داشتم، زندگیم خیلی مسخره است، نگاه کن این چیه، چه روز مزخرفی، وای تصادف کردم، از اینجور چیزا. اون یکی پیاده شد. اینجوری بود که او چه روز فرخنده‌ای، چه روز زیبایی، تصادف کنی ولی آسیب نبینی. به نظر تو کدوم یکی از این 2 مرد وقتی رفت خونه خوشحال بود؟ مورد بعدی اینه که باید یه سبک زندگی سالم رو شروع کنی. الان میگی باید بدن خودت رو بپذیری. بله باید بدن خودت رو بپذیری. مشخصه باید بدن خودت رو دوست داشته باشی ولی مشکلی نیست که سالم باشی یا بخوای سالم زندگی کنی. منظورم اینه که شروع کن به ورزش کردن. نمیخواد اینجوری باشه که 1 ساعت توی باشگاه باشی 0 تا 100 و بخوای سری بری جلو. نه. مثلا با 10 دقیقه در روز شروع کن. اصلا ورزش نکن. برو پیاده روی. برو 10,000 قدم راه برو. هر روز برو. راه برو. برو توی جنگل. بچرخ. فکر کن به ایده‌هات، به چیزایی که میخوای. سعی کن مثبت فکر کنی و برو یه قدمی بزن. واقعا کمک میکنه که حس بهتری داشته باشی. سالم‌تر غذا بخور. نمیگم وای فقط سالاد یا یه رژیم خاصی، نه قطعا نه، چون این باعث وسواس غذا خوردن میشه. من این مشکل رو داشتم، اصلا خوب نیست، خوب به نظر نمیرسی، انگار مریضی، صادقانه میگم. ولی خب چیزی که میخوام بهت بگم اینه که مثلا من سالم‌تر میخوام غذا بخورم. اینجوری شروع کن، مثلا من میخوام بیشتر آب بخورم از فردا. برنامه ریزی کن. من بیشتر آب میخورم. مثلا من مسیر کمتر شکر مصرف میکنم. کامل حذفش نمیکنم چون سخته. کمتر شکر میخورم. این غذامو با سبزیجات بیشتری مصرف میکنم و بعد آروم آروم نتیجه رو میبینی. میدونی؟ نه مثل این، چون اینجوری هیچی سالم نیست. همه چی باید آروم آروم بره جلو. اگه که به طور مداوم اینو انجام بدی یه نتایجی به دست میاری که میتونی حفظشون بکنی. نه بیفتی توی یه چرخه‌ای که حالا بخورم دوباره برگردم بذارم کنار چون بیشتر به همت میریزه. من میگم آروم آروم شروع کن. مثلا یکم یوگا کار کن، یکم حرکات کششی انجام بده. زندگی سالم دیگه. مورد بعدی مراقبت از خود. میدونم باز میاد میگید آدم باید خودش رو همون جوری که هست بپذیره و نباید خودت رو تغییر بدی. خیلی قشنگه ولی واقعیت زندگی نیست. واقعا نیست. دنیا خیلی سطحیه. هست. اینجوریه. و اگه از خودت مراقبت نکنی خودت رو لایق مراقبت نمیبینی و دنیا هم تو رو لایق مراقبت نمیبینه. همینه که هست. من قوانین رو نساختم. خبرستان رو نکشید. من فقط دارم میگم. روتین مراقبت از پوست دارین؟ اگه یه عالمه آکنه داری و نمیتونی خودت کاریش کنی برو پیش متخصص. چی کار میکنی؟ تو یوتیوب میگردی این آدما بهت کمک نمیکنن. برو پیش یه حرفه‌ای. موهات داره میریزه، دیوونه کننده است. آیا ویتامیناتو مصرف میکنی؟ سعی میکنی غذای مغذی به بیوتین بخوری که کمکت کنن که موهات رشد کنن؟ میری دکتر؟ جدی میگم شاید یه بیماری داری، باید این چیزا رو چک کنی. بعدش میگم مراقبت از روح و روان که خیلی مهمتر از مراقبت از ظاهرت هست. همه ما آدما پر از ضربه ها و تروماهای روحی هستیم و تو باید این رو بپذیری و خودت رو درمان کنی. تو باید این کار رو انجام بدی به خاطر نسل‌های آیندت. باید با تو شروع بشه.
من خیلی واسه پدر و مادرم متاسفم، به خاطر اینکه زمان اونا تراپی اونقدری که الان پذیرفته شده هست پذیرفته شده نبوده و خیلی واضحه، چون اونا خیلی ضربه ها رو با خودشون حمل میکنن و به بچه هاشون منتقل میکنن. ولی این باید با تو قطع بشه، با تو باید قطع بشه. برو تراپی. مهمترین چیزیه که پیشنهاد میکنم، چون که تو با یه غریبه‌ای که علمش رو داری صحبت میکنی و اون میدونه که به احساسات تو چجوری باید واکنش نشون بده و این خیلی چیز خوب و زیباییه که آدم درباره خودش یاد بگیره و بتونه بخشای از خودش رو درمان کنه. روی خودت کار کن، روی رها کردن زخمات کار کن. اینو بدون که مشکلات روحی و احساسی که تجربهشون میکنی میتونه به دلیل ضربه‌ای باشه که تو در گذشته خوردی و درمانشون نکردی متاسفانه. برای آدمایی که با ضربه و مشکلات دست و پنجه نرم میکنم پیشنهاد میکنم که توی رابطه نباشید. پیشنهاد میکنم که واقعا تنها باشید. روی خودتون تمرکز کنید، روی درمانتون تمرکز کنید، چون شما به کسایی ضربه خواهید زد که دلیل آسیب شما نیستن. اگر که بهتون خیانت شده، اگر که به آدما اعتماد ندارید، روش کار کنید، چون شریک شما مقصر نیستش. ولی به صورت ناخودآگاه شما ممکنه شروع کنید به اعتماد نکردن به اون آدم، چون که قبلاً باهاتون بد رفتار شده. عادلانه نیستش. اونا این کارو در حق شما نکردن و سزاوارش نیستن. شما باید مسئولیت رو بپذیرید و درمان اون بخش از خودتون رو شروع کنید، چون در غیر این صورت رشد نمی‌کنید. اگه نمیخواید که با مشاور صحبت کنید و اگر که دوستی ندارید، من بهتون پیشنهاد میکنم که با خدا حرف بزنید، با جهان حرف بزنید، با هر چیزی که بهش باور دارید صحبت کنید. من همیشه این کارو میکنم تو اتاقتون وقتی تنهایید. ببین، این حس منه. این اتفاقا برام افتاده و من ازش راضی نیستم. این چیزیه که من میخوام. اینا هدفامه. باید کمکم کنی. میدونید خدا چقدر میخواد که شما باهاش صحبت کنید، چقدر منتظره که شما رو بشنوه. بعد شما در سکوت دارین زجر میکشید. حس خوبیه که آدم بتونه صحبت کنه. احساساتتو بروز بدی حس خوبیه. با جهان صحبت کنید، با خدا صحبت کنید. اونا اینجا هستن که گوش بدن تا کمک کنن و من 100% گارانتی میکنم که شما نشونه ها رو میبینید و شروع میکنید به دیدن چیزایی تو زندگیتون که بهتون کمک میکنن، چون که شما در موردش صحبت کردین. از آدمای سمی دوری کن. خدای من، این بدترین قسمتشه. ما اونقدر از تنها بودن میترسیم که ترجیح میدیم روابط سمی رو ادامه بدیم و این واقعاً عدم صداقت در حق خودته. چجوری جرأت میکنی؟ واقعاً چجوری جرأت میکنی؟ صادقانه اگر در محیط بدی باشی هیچ وقت پیشرفت نمیکنی، به خاطر اینکه تو هی سعی میکنی بری بالا، اونا تو رو میکشن پایین. باید یه چیزی رو بفهمی. ببین، تو میتونی احساس خودت رو تغییر بدی، ولی نمیتونی جوری که بقیه باهات رفتار میکنن و برخورد میکنن و عوض کنی. این مسئولیت تو نیست. اگر که در محیط بدی زندگی میکنی، اگر که در رابطه بدی هستی، یا نهایت تلاش رو بکن که بیشتر با خودت باشی و کمتر باشون معاشرت کنی، یا یه راهی پیدا کن که اونجا یا اون آدما رو ترک کنی. اگر که تو نوجوانی و توی یه خانواده سمی هستی، سعی کن که یه کار پیدا کنی، پول پس انداز کن و وقتی به اندازه کافی بزرگ شدی و میتونی، از اونجا برو. چون بعضی وقتا خانواده خودت هستن که مضر هستن و بیشتر آسیب میزنه. ولی تو با خودت باش. مثلا بیشتر وقتت رو سر کار بگذرون. اینجور کارا. ولی زیاد دور و بر آدمای منفی نباش. و اگر که اونا میان سمتت، انرژی تو صرف اونا نکن. سعی کن نکنی. چون یه چیزی که تو بهش تسلط داری اینه که چجوری به مردم واکنش نشون بدی. اصلا انرژی براشون نذار. اونا اصلا لایقش نیستن اصلا. مورد بعدی که تو ذهنمه، دنبال علم باش. مثلا توی 1 ماه گذشته
چند تا کتاب خوندی؟ اصلا تا حالا کتاب خوندی؟ اگه که از کتاب خوندن لذت نمیبری، یعنی من از کتاب خوندن لذت نمیبردم ولی الان معتادشم. سعی کن که یه کتاب پیدا کنی که واقعا دوستش داری و اون کمکت میکنه. اگه که واقعا خوشت نمیاد، پادکست گوش کن. پادکست های پیشرفت شخصی، یوتیوبر های پیشرفت شخصی، دنبال ویدیوهای با مضمون مثلا چجوری خودمون رو دوست داشته باشیم بگرد. موقعیت تو چیه؟ میخوای انگیزه بگیری؟ دنبال ویدیوها بگرد چجوری انگیزه بگیرم. میخوای از یه ترومای نسل به نسل نجات پیدا کنی؟ خب سرچش کن. میدونی بزرگترین نعمتی که ما داریم و قدیمی یا نداشتن اینترنته. میتونی دنبال هر چیزی بگردی. میتونی جلسه تراپی رایگان داشته باشی. یعنی همینی که من الان دارم به شما میگم، این تراپی رایگانه. فقط باید تصمیم بگیری و بخوای که درمان بشی. چون که اهمیتی نداره من چی میگم. اگر که تو نخوای درمان بشی، پس درمان نمیشی. دیگران رو ببخش. چرا؟ نه به خاطر اینکه اونا شرمندن، چون اکثر مواقع نیستن. تو باید به خاطر خودت اونا رو ببخشی. تو با نفرت توی قلبت نمیتونی پیشرفت کنی. این بدترین دردیه که میتونی تجربه کنی. چرا به خاطر اشتباهی یه نفر دیگه خودتو تنبیه میکنی؟ چرا؟ چون خشم یه تنبیهیه که ما به خودمون میدیم به خاطر اشتباهی یه نفر دیگه. یه داستان درباره یه پلیس خوندم، به ستون فقراتش تیراندازی شد. پسری که بهش شلیک کرده بود توی زندان مرد. پلیس بقیه عمرش فلج میشه. ولی اون خیلی مصر بود که اونو ببخشه و سعی میکرد بقیه مردم هم به بخشش تشویق کنه. اینجوری میگفتش اون که من ترجیح میدم که با یه گلوله توی ستون فقرات هم زندگی کنم تا با تنفر توی قلبم. و این خیلی درسته. چون کاری که اونا با تو کردن به دوش اوناست. اونا کارماشو پس میدن. ولی تو باید اونا رو ببخشی. تو باید خودت رو ببخشی. چون ما با بخششه که رشد میکنی. ارزش خودتو بدون انقدر کوتاه نیا. جدی میگم. زنایی هستن اون بیرون و من میشناسم اونا رو. عشق میگیرن، ماشین هدیه میگیرن، جواهرات، مسکن، 24 ساعت 7 روز هفته مثل پرنسس باشون برخورد میشه. اون وقت تو حتی جواب پیامتو نمیده، غیب شده، بهت احترام نمیذارن. نمیگم برو دنبال چیزای مادی، چون اونم قرار نیست خوشحالت کنه. ولی دختر، تو حتی عشقم نمیگیری. حداقل عزیزم استانداردتو ببر بالا. نمیدونی دخترای دیگه چجوری باهاشون برخورد میشه. این مرده داره تو رو بازی میده و میگه داره تمام توانش رو برای تو میذاره و این بهترین چیزیه که تو به دست میاری؟ ها؟ نه این واقعیت نداره. این حتی 1% چیزی نیست که این خانم‌ها دریافت میکنن. باید ارزش خودتو بفهمی. تو یه ملکه‌ای هستی. حتی اگه باور نداری که خفن‌ترین و خوشگل‌ترین و با اعتماد به نفس‌ترین هستی، توهمی باش. چیزی که بهش فکر میکنی تو زندگیت اتفاق میفته. من توی آینه نگاه میکنم و به خودم میگم من خیلی قدرتمندم و هستم. من خیلی خودم رو باهوش و بسیار زیبا میبینم و هیچ کس نمیتونه به من بگه که من اینجوری نیستم. خیلی از آدما ممکنه که منو ببینن و بگن با خودشون که او نه این خیلی زشته و خیلی حرفای احمقانه دیگه که مهم نیست. میدونی همه قرار نیست تو رو زیبا ببینن، همه قرار نیست تو رو باهوش ببینن. آدمای خوشگل‌تر باهوش‌تر از تو هستن ولی اونا تو نیستن. هر آدمی یه جایگاه خاص و منحصر به فرد توی این دنیا داره. هر آدمی هدف منحصر به فرد و خاص خودش رو داره و من هدف خودم رو عملی میکنم. من حس خوبی دارم که نسبت به خودم خیال پردازی کنم. هر کاری که بخوام و میتونم انجام بدم. اینجوری حس خوبی دارم با این طرز فکر و به کسی آسیب نمیرسونم. فقط اینجوری فکر میکنم و میدونی چه اتفاق میفته؟ واقعا اون تو زندگیم اتفاق میفته.
خیال پرداز باش. اگر که باور نداری هستی، فکر کن که هستی. وقتی چیزی رو باوری رو توی ذهن تکرار کنی به واقعیت تو زندگی تبدیل میشه. میدونی چی میگم؟ راه دیگه ای نیست. و من 100% ترجیح میدم که یه آدم خیال پرداز باشم تا یه آدم ناراحت. واقعا. آخرین چیزی که میگم اینه که مواظب باش چجور درباره خودت صحبت میکنی. چون جوری که در مورد خودت صحبت میکنی 100% توی زندگیت اتفاق میفته. من یه دوست داشتم که خیلی خوشگل بود. وقتی که پیشش بودم اینجوری بود که مدام میگفتش که وای من خیلی چاقم، خیلی زشتم، خیلی چاقم، تا جایی که من برگشتم گفتم باید تمومش کنی. نه به خاطر خودت، چون داری منم تحت تاثیر قرار میدی، به خاطر تو دارم دپرس میشم. هیچ کس نمیخواد دور بر اینجور آدما باشه، صادقانه میگم، هیچ کس. اصلا با مزه نیست، خوب به نظر نمیرسه، باعث میشه بی‌اعتماد به نفس به نظر برسی و آدما آدم بی‌اعتماد به نفس رو دوست ندارن. اگر که نسبت به خودت و بدنت اعتماد به نفس نداری، اداشو در بیار. حداقل میگم که واقعیت زندگیتون میشه. مواظب حرفاتون باشید. اون عوض شد و شروع کرد به دوست داشتن خودت. کائنات و خدا هر چیزی که شما بگین رو واقعا میشنون. پس مواظب چیزایی که میگید، حرفایی که میزنید باشید. یا تصمیم بگیر که زندگیتو بهتر کنی، یا از سر راه کسایی که میخوان این کارو بکنن برو کنار. چون تو قراره که آزرده خاطر بشی به خاطر اینکه بقیه سعی میکنن که رشد کنن و تو تصمیم گرفتی که توی منطقه امنت بمونی چون که نمیخوای به زحمت بیفتی. بدون خارج شدن از منطقه امنت رشد نمیکنی. پس یا با اونا همراه میشی و خودت هم زندگیت رو آپگرید میکنی، یا اینکه همونجا که هستی میمونی و ساکت میشی. اونا رو ناامید نمی کنی، چون اونا جرأت کاریو دارن که تو آرزوی انجام دادنش رو داری. دارم بهت میگم عزیزم، به محض اینکه شروع کنی به رشد دادن زندگیت دشمنات بیشتر میشن. مردم نمیخوان پیشرفت بقیه رو ببینن. تو قراره که بخندی وقتی که به هدفات رسیدی، وقتی نسبت به خودت حس خوبی داری و اون آدما قراره برگردن به زندگی تو، بیان و بهت بگن که وای خدای منو یادته؟ نه تو رو یادم نیست، کی هستی؟ برو. من آماده شدم که بر هدفام بمیرم. ترجیح میدم بمیرم تا اینکه 80-90 ساله بشم، به عقب نگاه کنم و با خودم بگم که وای چه کارایی میتونستم بکنم، چی میتونستم باشم. اگه این زندگی منه میتونی همین الان منو بکشی. اصلا من خودمو میکشم. بهتون میگم دخترها، پسرها، هر کی داره این ویدیو رو میبینه الان وقت تغییره. نمیخوای انجامش بدی؟ اوکی؟ از سر راه بقیه برو کنار. ناراحت نشو، بهتر شو. ممنون که منو تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو به یه نفر کمک کرده باشه. بهم بگید دوست داشتید یا نه. فقط میدونم که تو خفن ترین چیزی روی کره زمین هستی و هر چیزی رو که بخوای میتونی بهش برسی.